الحمد لله الذي غير حياة الصحابة من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. برادران و خواهران عزیز، امروز میخواهیم در موضوع صحبت نماییم. اگر آن را درست بفهمیم، ان شاء الله میتواند زندگی ما را از ریشه تغییر دهد. موضوع نمونه از تغییر زندگی صحابه رضی الله عنه. سوال اینجاست که چگونه انسانهایی که در جاهلیت بودند در مدت کوتاه به بهترین انسانهای روی زمین تبدیل شدند؟ آیا آنها ملائک بودند؟ آیا آنها انبیا بودند؟ آیا آنها انسانهای معصوم بودند؟ نه برادر، آنها انسانهای مثل من و تو بودند، اما یک فرق داشتند. آنها هنگامی که حق را شناختند تغییر کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: انما الاعمال بالنیات. جز این نیست که اعمال به نیت وابستگی دارد. اگر نیتی تو تغییر واقعی باشد، قدمهای میده‌ای که تو میگذاری در نزد الله بزرگ است. یکی از نمونه های تغییر در زندگی صحابه، عمر رضی الله عنه. حضرت عمر رضی الله عنه روز از خانه خود بیرون شد به خاطر قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم و رفت به سوی خانه خواهر خود. و هنگامی که چند آیه را از خباب ابن ارد شنید، چی شد؟ آیا گفت نمیتوانم تغییر کنم؟ نه برادران، هنگامی که حضرت عمر رضی الله عنه کلام الله را شنید، قلبش به لرزه آمد، قلبش تکان خورد و گفت: مرا به نزد پیامبرتان راهنمایی کنید. و رفت پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و ایمان آورد. همین عمر رضی الله عنه میخواست پیامبر صلی الله علیه و سلم را به قتل برساند، اما تغییر کرد و به بزرگترین از حامیان و مدافعان اسلام شد. یک لحظه صداقت با الله میتواند مسیر زندگی را عوض کند. دومین نمونه خالد بن الولید رضی الله عنه. حضرت خالد در غزوه احد ضربه سخت به مسلمانان زد و بعدا هنگامی که حق را دانست و فهمید، آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. و همین خالد بود که به یکی از فرماندهان بزرگ مجاهدین در اسلام بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او لقب سیف الله داد و گفت: خالد شمشیر از شمشیر الله است. برادری عزیز، گذشته‌ات مهم نیست، تصمیم امروزت مهم است. امروز تصمیم بگیر. الله ذوالجلال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید،
ایمان بیاورید. یعنی چی؟ یعنی ایمانت را تازه کن، یعنی ایمانت را قوی کن، یعنی ایمانت را در زندگیت بیاور. بیایم نگاه کنیم که راز تغییر صحابه در چی است. اولین راز ایمان واقعی. صحابه نه فقط مسلمان بودند، بلکه ایمان را در قلبهای خود و در زندگی خود عملی میکردند و هنگامی که الله و رسول به آنها دستور میداد آنها فوراً اجابت میکردند. دومین از راز تغییر صحابه ارتباط با قرآن بود. صحابه زمانی که یک آیه نازل میشد فوراً به آن عمل میکردند. قرآن برای آنها فقط کتابی خواندن نبود یا فقط به خاطر ثواب نمیخواندند، آنها قرآن را در زندگی خود عملی میکردند. سومین از راز تغییر صحابه همنشینی با صالحان. صحابه رضی الله عنه وقتی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم همنشین بودند توانستند در اندک زمان تغییر کنند. چرا؟ برادری عزیز، دوست تو آینده تو را می سازد. وقتی که ما با علمای ربانی و با مجاهدین و انسانهای راستگو و صادق وقتی که نشست کردیم آن وقت زندگی ما تغییر می کند. چهارم، ترک گناه. وقتی که صحابه می فهمیدن این کار گناه است، این کار حرام است، فوراً آن کار را رها می کردن و تغییر می کردن. برادر و خواهری عزیز، امروز ما و شما قرآن می خوانیم، اما زندگی ما آیا تغییر می کند؟ دوستانی عزیز، تغییر راهی دوری نیست. تغییر راهی دوری نیست. مشکل سختی راه نیست. مشکل تصمیم ماست. مشکل در اراده ماست. مشکل در نیت ماست. شاعر می فرماید به خود آی اگر مرد راهی هنوز، ز دل نور ایمان نرفته است سوز. جهان را نگردد دگرگون به حرف، جهان را نگردد دگرگون به حرف. تغییر از دل است نه از رنگ و ظرف. برادر و خواهری عزیز، امروز تصمیم بگیر، نه فردا، نه روزی دیگر، نه بعداً. مثل صحابه امروز تصمیم بگیر و بگو من به خاطر الله تغییر میکنم. برادران و خواهران عزیز، اگر ما یقینا اراده تغییر را داشته باشیم و پشت تغییر بگردیم، ان شاء الله اگر ما یک قدم در راه الله بگذاریم، الله درهای رحمت خود را برای ما باز میکند. دعا کنیم اللهم غیر حالنا الى احسن الحال واجعلنا من الصالحین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.